سلام دوستان، به قسمت سوم چنل اوکتال پروگرامینگ خوش آمدید. توی این قسمت قراره که با متغیرها آشنا بشیم و چند مثالی براتون بزنیم. در ابتدا وارد محیط VS کد میشم و فایلمو از قبل آماده کردم. متغیرها مثل یک ظرفی میمونن که شما داخلشون داده قرار میدین و هنگام اجرای برنامه داخل حافظه رم رزرو میشن. در حین اجرای برنامه ریون و پردازش میشه و در آخر سر پس از اینکه محصول مورد نظرمون انجام شد و پردازش روی داده ها انجام گردید داخل حافظه ذخیره میشه و متغیرها پس از بسته شدن برنامه از بین میرن. توی برنامه بسیار از متغیرها استفاده میشه و یکی از نکته‌های بسیار بنیادین و کلیدی در کدنویسی هستش که باید بهش رعایت کرد. توی جلسه قبل من برای شما چند مثال از دیتا تایپ ها زدم و یه معرفی خیلی ساده براتون انجام دادم. به مرور زمان هر چقدر که میریم جلوتر مثل یک پازل در کنار هم قرار خواهیم داد اطلاعاتی که به دست میاد و آشنا میشیم با این زبان. در ابتدای کار برای تعریف متغیر یک اسم انتخاب میکنم، مثلا X، و بر اساس اون دیتا تایپ هایی که من توی قسمت قبلی به شما آموزش دادم مقدار دهی میکنم. مثلا متغیر X ها یک عدد اینت براش قرار میدم، عدد 67، و زمانی که موسم رو روش بگیرم این دیتکت میکنه و به ما نوع اون داده رو نشون میده. از تاب پرینت استفاده میکردم برای اینکه داده هامو توی ترمینال چاپ کنم. یک اجرا میزنم، همانطور که مشاهده میکنید عدد 67 برای من پرینت زد. حالا یک متغیر دیگه به نام Z، عدد دلخواه 12، و اینجا عدد Z را پرینت میزنم. یک تفاوت جزئی که اینجا هست اینه که شما زمانی که میگین پرینت کن برای من Z را 12 و زمان که X 67. پس در واقع متغیرها شناسه هستن که به انگلیسی هم بهشون وریبل گفته میشه. به این صورت نوشته میشه. یک سری قواعد هست که توی زبان پایتون باید بهش توجه داشته باشیم. این قواعد رو باید رعایت کرد و موقعی که دارین کد می نویسین و قبل از اینکه متغیر ایجاد کنید رعایت کنید. این قوانین نامگذاری متغیرها هستند که از حروف A تا Z، A کوچک تا Z کوچک، A بزرگ تا Z بزرگ و اعداد 0 تا 9 هستش. زمانی که شما یک متغیر ایجاد میکنید نمیتوانید با اعداد نام متغیر خودتون رو شروع کنید و بین نام متغیرها فاصله قرار بدید یا از کلمات کلیدی داخل پایتون استفاده کنید. کلمات کلیدی چی هستن؟ مثلا میگم if که در ادامه باش روبرو خواهیم شد، عدد 67. زمانی که من موسم رو روی این بگیرم به من ارور میده، یا دستور پرینت میزنم برای من if را پرینت کن، ارور به من داد. invalid syntax ارور به من داد، یا else که توی دستورات شرطی ازش استفاده میشه. تمام اینها کلمات کلیدی هستند. یا دستور نون، همونطور که مشاهده میکنید به من ارور میده. اما نام دلخواه انتخاب میکنم، مثلا میگم ور 1. ور 1 رو برای من پرینت بزن. بله، عدد 67 رو برای من چاپ کرد. یه CLS میزنم، ترمینالم رو پاک میکنم. خب
این هم از قواعد نامگذاری متغیرها که شد از حروف A تا Z، A تا Z کوچک، A بزرگ تا Z بزرگ و 0 تا 9 که استفاده از ابتدای نام متغیر با اعداد ممنوعه. مثلا نمیتونم بیام بگم 5 ور 1 عدد 56 ارور به من بده، یا نمیتونم بیام بنویسم ور خط فاصله 1 مجدد به من ارور میده. و از کلمات کلیدی هم نمیتونم استفاده کنم توی زبان برنامه‌نویسی پایتون. کلمات کلیدی مثل if, else، حلقه‌های while، break، continue، نوع داده ها و غیره که میتونید با مراجعه به سایت WTD Schools که رفرنس اصلی ما هستش مشاهده کنید. کلمات کلیدی یا به اصطلاح بهش میگن key words. هست توی نامگذاری متغیرها باید ازش استفاده کنیم. زمانی که حجم کد میره بالا از این قاعده پیروی میکنیم و باعث سهولت در پیدا کردن نام متغیرها و فراخوانی آنها در قسمت‌های مختلف برنامه میشه. نوع اولی که هست کامل کیس هست که ازش استفاده میکنیم به معنای شطوری. مثلا اسم چنل خودم را میخوام به عنوان نام یک متغیر قرار بدم. می نویسم مای کلمه بعدی حروف اول کلمه بعدی حرف اول کلمه بعدی بزرگ مجدد اکتال مجدد کلمه بعدی حرف بزرگ پروگرامینگ. پس دقت کردیم که اولین کلمه کوچک ما بقیه کلمات تمامی حرف اول اونها به صورت بزرگ هستش که 1 2 3 4 یک رشته بهش قرار میدم، اساین میکنم، مقدار دهی میکنم. پاسکال کیس هستش که به این صورت هست پاسکال کیس. تمامی کلمات حروف اول اونها به صورت بزرگ نوشته میشه، برخلاف کامل کیس که اولین حرف به صورت کوچیک هست توی کلمه اول. مای اکتال پروگرامینگ. بله، ام اول بزرگ، اوی هر کلمه دوم بزرگ و پی کلمه سوم هم به صورت بزرگ نوشته میشه. یه مقدار دلخواه بهش میدم 5 6 7 8. و نوع بعدی اسنیک کیس هستش. اسنیک به معنای مار هست توی زبان انگلیسی، اما توی نامگذاری به این صورت هست که من یک مثالی برای شما خواهم زد. اسنیک کیس. خب می نویسم مای داش اکتال داش پروگرامینگ. بین هر کلمه یک فاصله یا داش قرار میدم و مقدار دلخواه بهش میدم. یه پرینت هم برای شما میزنم. مای اکتال پروگرامینگ. و این هم
بعدی نوع پاسکال کیس، نوع کامل کیس و نوع استری کیس. یک پرینت میزنم، برای من مقادیر چاپ شد. این هم از قواعد نامگذاری حروف، کلمات داخل متغیر و نحوه نامگذاری شناسه ها یا variables متغیرها. ویژگی‌های خوبی که زبان برنامه‌نویسی پایتون داره اینه که میتونید به صورت مالتی variables مقداردهی کنید یا مالتی variables تو لیست یا چند متغیر به یک متغیر لیست و یک لیست به چند متغیر مقداردهی کنید که من چند مثال برای شما میزنم. خب توی مورد اول سه متغیر دلخواه به نام A، B و C قرار میدم و یک سری عدد به صورت دلخواه مانند 3 4 5 میدم. اتفاقی که در بک‌گراند این قضیه میفته اینه که A 3 مقداردهی میشه، B 4 و C 5 به صورت منظم و میتونم پرینت بزنم A B و حالا هم برم سراغ C. یک خروجی بگیرم، همونطور که مشاهده میکنید مقادیر را برای ما اساین کرد، اساینمنت با قرار دادن علامت مساوی و A برابر 3 شد، B برابر 4 شد و C برابر 5 و هر کدوم رو جداگونه پرینت زدیم. مزیت خوبی که این کار داره اینه که خطوط کدنویسی شما بسیار سریع کاهش پیدا میکنه و پرفورمنس برنامه و خانه برنامه‌تون افزایش پیدا میکنه. مورد بعدی که هست اینه که شما میتوانید یک لیست را به چند متغیر تقسیم کنید. به طور مثال A، B و C. لیست توی قسمت قبلی برای شما توضیح دادم. اسم میوه قرار میدیم. میگم که بانانا، اپل و چری. پرینت میزنم A، پرینت میزنم B و پرینت میزنم C را. همونطور که مشاهده میکنید به صورت جداگانه داخل هر متغیر قرار داده شد و میتوانم حتی مقادیر این متغیر رو عوض کنم. مثلا B که برابر اپل هستش را در ادامه کد نویسی قصد دارم مقدارش رو تبدیل کنم به کیوکامبر یا خیار. پرینت میکنم متغیر B. بله، در ابتدای کار برابر اپل بود متغیر B، بعد مقدارش رو اساین کردم، یه مقدار جدید بهش دادم، اون مقدار اپل داخل حافظه پاک شد و مقدار کیوکامبر رو به خودش گرفت. اگر بیام قبل از این اتفاق پرینت بزنم مجدد B را، فکر میکنید چی به من نشون میده؟ بله، اپل به من نشون میده، چون قبل از این خط کد پرینت زدم. وقتی خط کد اجرا میشه، زبان برنامه‌نویسی پایتون از بالا به پایین اجرا میشه، این مقدار جدید به خودش میگیره و کیوکامبر برای من پرینت میزنه. چند مثال میخوام براتون از دستورات پرینت بزنم. من مجدد سه متغیر تعریف میکنم. A قرار میدم برابر 100، B قرار میدم برابر 200 و C قرار میدم برابر 300. در حالت دیفالت ما پرینتی که میزدیم به این صورت بود. A و توی لاین جدید B و مجدد C و زمانی که من خروجی ازش میگرفتم به این صورت توی پاراگراف جدید به من نمایش میده. اما باز هم راهی هست که بتونیم خط کدمون رو بینه‌تر کنیم. من می نویسم print A, B, و C
مجدد پرینت میزنم. همونطور که مشاهده میکنید دستور پرینت ABC را توی خط کد نوشتم و به این صورت برای من نمایش داد که میتونید برای اینکه برید خط بعدی یک کاما بذارید، یک تگ کوتیشن یا دابل کوتیشن و بک اسلش ان. مجدد برای بعدی هم همین کار انجام میدم. خروجی میگیرم. بله، همونطور که مشاهده میکنید توی خط جدید اوورد. شاید دوست داشته باشه یه نفر محاسبات انجام بده، اونم محاسبات ساده، مثلا یک جمع ساده یا تفریق، ضرب ساده. نیازی نیست که دنبال درد سر بگردیم. توی دستور پرینت می نویسم A به علاوه B به علاوه C، مجموع اینها عدد 600 خواهد شد. همونطور که مشاهده میکنید عدد 600 به من نمایش داد. توی محاسبات بزرگتر هم که از متغیرها استفاده میکنیم و بعد خروجی را نمایش میدیم با استفاده از اون متغیر. مورد بعدی که هست و قسمت آخر این جلسه متغیرهای گلوبال هستند یا گلوبال، که گلوبال توی انگلیش به معنای جهانی هستش و بین المللی یه چیزی که در سطح گسترده فرا گرفته شده. توابع رو من در ادامه به شما آموزش میدم. فقط همینقدر بدونید که یک قسمتی از کد هستش که میتوانید داخل برنامه‌تون چندین بار ازش استفاده کنید یا حتی برنامه‌تون رو حجم کدش رو کمتر کنید. همینقدر بدونید کافیه که یک قطعه کد که یک کار خاصی رو برای ما انجام میده. من مثلا می نویسم متغیر x، پرینت میزنم، x را به من نمایش داد عدد 10. حالا یک تابع یا فانکشن تعریف میکنم به نام فانک 1. به این صورت توابع تعریف میشه. کلمه کلیدی دف، نام تابع، پرانتز باز و بسته و خط بعدی یک تو رفتگی باید داشته باشه. میگم که برای من پرینت کن x را و این دستور پرینت از اینجا حذف میکنم تا به فانک 1 فراخوانی میشه. یه خروجی بزنیم. بله، همونطور که مشاهده میکنید برای من پرینت زد. این هم داخل این تابع بود که این تابع فراخوانی شد. و اگه قرار باشه یک متغیر داخل این تابع برای خودم تعریف کنم و دوست داشته باشم که ازش توی برنامه اصلی استفاده کنم، خب زمانی که شما این تابع رو تعریف میکنید خارج از این تابع داخل برنامه اصلیتون پرینت میزنید x، اما x دیتکت یا شناسایی نمیشه، ریکگنایز نمیشه. دلیلش هم این هست که داخل این تابع قرار گرفته و ما توی برنامه اصلی دسترسی نداریم به تابع و اجازه دسترسی را نخواهیم داشت. تنها راه حلش این هستش که شما از متغیر گلوبال استفاده کنید. کلمه کلیدی گلوبال که به این صورت نوشته میشه، اسم متغیر x هستش، global x، و توی خط بعد اساین میکنم یا مقدار دهی میکنم متغیر x را. تابع را فراخوانی میکنم و دستور پرینت انجام میشه. عدد 10 برای من چاپ میشه. تابع فانک اگر قرار گرفته نشه مجدد به مشکل برمیخوری. این تابع اجرا میشه و بعد از اینکه شناسایی شد توی کل برنامه اصلیمون که الان این صفحه هستش پرینت میزنیم دستور x را. گلوبال پس کاربردی که داره توی توابع و تو قسمت‌هایی از برنامه هستش که ما اجازه دسترسی به محتوای اون قطعه کد را نخواهیم داشت، مانند کلاس ها، توابع. شاید قرار باشه توی کلاس دیگه توی برنامه ازش استفاده بشه که از گلوبال استفاده میشه یا توی توابع کد نویسی انجام میشه و قراره که توی برنامه اصلی به کار گرفته شه که به این صورت هستش. من یه تست دیگه هم میزنم. x برابر 10 میدم داخل تابع. میخوام بیام x را بزنم عدد 20 و تابع ما فراخوانی میکنم و پرینت میکنم x را. ببینید چه اتفاقی میفته. من مقدار
10 داده بودم، بعد اومدم توی تابع فانک 1 مقدار x برابر 20 دادم، اما همچنان 10 برای من پرینت زده میشه. همونطور که مشاهده میکنید ما دسترسی به مقدار این تابع نداریم. اگر من توی این تابع پرینت بزنم x برابر 20 خواهد بود، اما اگر غیر از این باشه و توی محیط اصلی برنامه پرینت بزنم عدد 10 به من نمایش داده میشه. و کار چاره این هستش که من از گلوبال استفاده کنم. گلوبال x برابر 20 مجدد پرینت میزنم، همونطور که مشاهده میکنید عدد 20 برای من پرینت زده شد. اگر دوستان دچار ابهام و یا حتی سوالی شدن میتونن از بنده بپرسن. من آیدی تلگرام در اختیار شما قرار خواهم داد. در ادامه با ما همراه باشید. قرار تمرینات ویژه‌ای من برای شما قرار بدم و با استفاده از اون تمرینات مهارت کدزنیتون رو ببریم بالا. هر چقدر که میریم رو به جلو سوالای ذهنیتون پاسخش داده خواهد شد. با ما همراه باشید تا جلسه بعد. خدا یار و نگهدار.